سلام علیکم. به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری خبرمون رو ثبت شروع میکنیم. این یه ورزشگاه تو اتریش که وسط زمین چمنش درخت کاشتن تا هم احترامی به محیط زیست بذارن هم جاذبه گردشگری ایجاد کنن. یه ضرب المثلی بود میگفت جای مردان سیاست بنشانید درخت. اینا این مثال رو به صورت کاربردی تو فوتبال رعایت کردن. به جای اون 22 نفری که دنبال توپ میدوئن دعوا میکنن درخت نشاندن. میخواستم بگم کاش تو ورزشگاه خودمون هم این کار بکنیم، یعنی در فوتبالمون رو تخته کنیم جاش درخت بکاریم. ولی یادم افتاد تو ورزشگاه ما چمن معمولی رشد نمیکنه، چه برسه به درخت. این هفته پرسپولیس و چادرملو در حالی با هم بازی کردن که تو ورزشگاه یزد یکی از بهترین چمن‌ها رو شاهد بودیم، البته برای درختکاری، چون زمین بعد شخم زدن هموارتره تا اینجا. البته کاش فقط چمنش بود، پیست تارتانش هم زرد و خرابه. این دیگه چرا؟ اینم باید آب میدادین ندادین؟ دونده بره رو آسفالت خیابون بدوه احتمال مصدومیتش کمتر از این که اینجا بدوه. آقای احسان عدادی که علاقه داری به جریمه کردن ورزشکارا، هر کی علیه حرف زد مجبورش کن بیاد اینجا بدوه تا بفهمه رئیس کیه. این هفته هوادارای آلومینیوم عراق اینجوری از مربی ذوب‌آهن درخواست داشتن اوت نندازه که فوتبال ببینن. یه جوری بدون اینکه خندشون بگیره خیلی عادی این درخواستو دارن، انگار خودشون تیکی تاکا بازی میکنن. اصلا تو چمنای ایران نهایت ضربه کاشته میشه گل زد دیگه، انتظارا دارید؟ بعد شما نمیتونی از یه ربیعی درخواست کنی، ربیعی ها خودشون درخواست میکنن. خود آقای ربیعی از قدیم درخواست سپید دمو داشتن که نه چیزه، منظورم اینه که آقای ربیعی یه سری درخواست دارن که نه اینم غیر قابل پخشه ولش کنید. اصلا سپاهان و استقلال خوزستان مساوی کردن و امتیازش به داور رسید. یعنی داور انقدر خوب بود که امتیازش با داوری این بازی رفت بالا. انگار داور یه دستورالعمل داشت، مثلا نیمه اول باید 0-0 میشد، یا مثلا آخر بازی رسیدید باید یکی رو اخراج میکرده و نکرده، برای همین تون تو 15 ثانیه 2 کارت زرد داد به بازیکن استقلال خوزستان. تو لیگ 1 ترکیه هم اینجوری سگ افتاده دنبال کمک داور. فکر کنم سگی از داوری ناراضی بوده، یه آفساید ناحقی واسه تیمش گرفتن. چرا داور پرچمشو گرفته مثل گاوبازای اسپانیایی سگو دور میکنه. و اما دیشب لحظاتی قبل از بازی بارسلونا و اوساسونا خبر مرگ پزشک باشگاه بارسلونا و لغو بازی اومد. خدا رحمتش کنه، ولی هی همه میگیم دکتر برو دکتر، گوش نمیدین چرا؟